سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پرشور و نشاط و پر انرژی باشین. میخوایم با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به اثر سیارات و انرژی هایی که در سال 1403 روی متولدین فروردین ماه هستش. یعنی در اصل میخوایم طالع فروردین رو بررسی کنیم. دقت کنیم فروردین ماهیا امسال کلا سوار بر اسب سفید خواهند بود. امسال عاشق میشن. امسال پتانسیل ازدواج و خواستگاری براتون هستش و اگر متأهل هستین این انرژی میتونه نوید بخش یه خبر خوب و بزرگ براتون باشه. چیزی که به سراغ شما میاد، این چیزی که به سراغتون میاد مثل یه ورود جدید به زندگیتون میمونه، مثل یه فصل جدید و انگار که دفتر زندگیتون یه ورقی میخوره و یه صفحه فوق‌العاده خوب میاد. این ورود یا این چیزی که به سراغتون میاد میتونه تولد فرزند باشه، میتونه ورود به شغل جدید باشه یا حتی پیدا کردن یه همکار و دوست جدید باشه که واقعا ذات و وجودش از جنس نور هستش و کاملا متفاوته. دقت کنید با وجود اینکه این پتانسیل های خوب هستش و این ورودهای خیلی عالی رو به زندگیتون دارین، باید مراقب تصمیمات اشتباهتون هم باشین و مراقب این باشین که تحت تاثیر شرایط جوگیر نشین، انتخابهای غلط نکنین و این به اصطلاح نکات مثبتی که توی چارتتون امسال هست رو به هدر ندین. شما از سرمایه‌گذاری های خیلی سنگین امسال اجتناب کنین یا از به اشتراک گذاری پولتون امتناع کنین. امکان کلاهبرداری و ورشکستگی مالی هم براتون وجود داره. ببین یه جایی هست یکی میاد بهت یه پیشنهاد مالی ممکنه بده، این پیشنهاد مالی نیاز به یه شراکتی داره که تو باید تمام بودجت رو بذاری یا یه چیزی که تو از اولش میدونی که این احتمالاً کلاهبرداری، احتمالاً دروغه، نباید بری به سمتش. ولی یه جایی هم هست که ممکنه یه آدمی به طرز عجیب و غریبی بیاد بهت یه پیشنهاد فوق‌العاده خوب بده، یه شرایط خیلی خوب رو در اختیارت قرار بده. اینجا مثبت و باید بری سمتش، ولی اونجایی که منفیه و مشکل داره تو یه جورایی حس خودت از اول بهت میگه و دقت کن یه جورایی سراغ کارهای ساخت و ساز نباید بری، سراغ کارهای ملکی بهتره که نری، کارهایی که نیاز به سرمایه گذاری های سنگین و طولانی مدت داره نباید بری. نکته دیگه که هستش بهت گفتم حواست به کلاهبرداری ورشکستگی باشه، پول به کسی قرض ندی، پول دست خودت باشه، همه شرایط رو بسنجی. در شغلت احتمال ارتقا وجود داره، میتونی مقام بگیری، به یک نقطه خاصی برسی، خلاصه که ارتقا شغلی داری. امسال علاقه و تمایل شما به کار با گیاهان و رفتن به طبیعت خیلی زیاد میشه و خب قطعا این انرژی برای تو خوبه. یعنی اگر هر کار بیزینسی مرتبط با گیاهان یا طبیعت بخوای انجام بدی برات میگیره و عالی پیش میره. توی مهر ماه و آبان ماه باید مراقب هدر رفت مالی و تصمیمات اشتباه باشی. توی این 2 ماه بهتره که سفر نری. آذر ماه طلوع یک انرژی جدید در زندگیت هست. شما امسال از زنجیرها و قفل‌هایی که یه عمر در بندتون کرده رها میشین. همه شماها شده که احساس کنین انگار من همیشه درگیر یه مشکلی ام. همتون انگار هر کدومتون یه مشکل خاصی دارین که همیشه به نحوی قفلتون کرده، بسته و پیش نمیره، یه چیزی که همیشه باهاش کلنجار میرین. امسال این بنده بالاخره باز میشه، رهاتون میکنه. فروردین ماهی ها امسال باید مراقب باشن که درگیر کارما نشن، به سمت مسیر اشتباه نرن. خیلی پتانسیل این هست که روابط عاطفی مشکلدار یا غیر اخلاقی براتون استارت بخوره. ببین همونجور که بهت گفتم اون اسب سفیده میاد، همونجور که بهت گفتم پتانسیل ازدواج و خواستگاری هست، کلن به خاطر اینکه سطح انرژی ونوست بالاست و دعوتت به روابط عاطفی، پتانسیل شروع ارتباطات برات خیلی بالاه. اما باید حواست باشه که اگه یه رابطه غلط بود سمتش نری. اگه طرفت متأهل بود یا اگه مشکوک به این بودی که ممکنه متأهل باشه نری تو رابطه. حتی اگر وسط رابطه فهمیدی که طرف متأهله باید بلافاصله ازش دوری بکنی. اگر با یه کسی آشنا شدی
فهمیدی که این آدم مناسبی نیست و با معیارهای تو تطابق نداره یا به هر دلیلی به درد زندگی مشترک نمیخوره، باید بلافاصله رها بشی. این وقت و این تایم 1 ساله رو با آدم اشتباه هدر نده. هر لحظه که فهمیدی اون آدم تو نیست و به درد نمیخوره، به سرعت ازش فاصله بگیر و جدا شو. بازم میگم دقت کنین، اگر با آدم متأهل رفتین تو رابطه، هرچند اون آدم با شما قول و قرار بذاره، هرچند بخواد که به شما به اصطلاح تعهدهای قطعی داشته باشه، هرچند اون آدم فوق‌العاده و بی‌نظیر باشه یا عاشق شما باشه یا واقعا بخواد طرف مقابلش رو طلاق بده و با شما یه زندگی رو شروع کنه، تاکید میکنم که این کار رو نکنین، به خاطر اینکه این فقط برای شما کارما درست میکنه و این اون اتفاق مثبت نیستش. این بدتر زندگی شما رو وارد یه باطلاق و یه سیاهی میکنه. دقت کنین که بیشتر به سمت کارهای هنری و خلق و ایجاد یه چیز جدید میرین. کلا هر کاری که به هنر، خلق یه چیز جدید یا ایجاد یه چیز جدید مرتبط باشه، امسال براتون میتونه عالی باشه. نکته دیگه که براتون وجود داره، در روابط خانوادگیتون امسال تغییرات زیادی ایجاد میشه که خب این برای هر فردی متفاوته، اما رویکردتون فرق میکنه. حالا اینجا ما قطعی نمیتونیم بگیم که یه سریا حتما روابطشون بهتر میشه، یه سریا بدتر میشه. در کل تغییرات زیادی ایجاد میشه. امسال برای خرید و فروش ملک، همونجور که بهتون گفتم، زمان خوبی نیست برای شما. میتونی از موقعیت فعلیت خارج بشی و شرایط فوق‌العاده بهتری رو برای خودت رقم بزنی. ببین زندگی تو الان یه چیزی هست دیگه، قطعاً یه کاری داری، یه روندی داری، یه روتینی داری، یه شرایط زندگی داری. تو امسال میتونی کلاً از این موقعیت خارج بشی و یه شرایط بهتری رو برای خودت رقم بزنی. اگر میخوای یه بار تو زندگی ریسک کنی یا یه تحول بزرگی رو ایجاد کنی، امسال زمان خوبیه براش، نه سال بعد و نه سالهای بعد. امسال زمان خوبیه، چون امسال میتونی یه شروع دوباره داشته باشی. متافیزیک به شدت روی شما اثر خواهد گذاشت اگر که وارد نور و فاز مثبت بشین و به اصطلاح به سمت انرژی های مثبت حرکت کنین یا حتی با خودمون کار کنین. به شدت این بحث متافیزیکی میتونه رو زندگیتون اثر مثبت بذاره. بحث پاکسازی، تراپی چارت بسیار به نفعتون خواهد تموم شد. و اگر که فردی سراغ کارهای منفی بره، یعنی اگه یه فروردین ماهی سراغ دعا، جادو، طلسمات یا هر چیز منفی بره، به شدت براش ویرانگر خواهد بود، خیلی بیشتر از حالت عادی. اگر مشکلات عجیب یا زیادی امسال براتون پیش اومد، بدونین که درگیر جادو هستین، چون که در حالت عادی شما امسال نباید بد بیاری داشته باشین یا اتفاقات بد داشته باشین. به خوابهاتون اعتماد بکنین. رویابینی هاتون خیلی میتونه راهنماتون باشه و هدایتتون کنه. خواباتون رو سرسری ازش رد نشین. شما امسال الهامات و رویاهای زیادی خواهین داشت. این چشم سومتون به شدت فعال میشه. باید از این پیشاگاهیاتون استفاده کنین، از حسی که قبل از شروع هر کاری دارین، از حسی که در مورد هر آدمی دارین باید استفاده بکنین. و شما امسال مشخصا برون فکنی رو تجربه میکنین، یعنی خروج از جسم رو تجربه میکنین و به سطح دیگه ای از آگاهی خواهید رسید. امسال کلن ذهن شما بسیار تغییر میکنه. یه دیگرگونی های عجیبی در رابطه با مسائل ذهنی و آگاهی خواهید داشت و سالیه که اگر درست قدم بردارین و درست زندگی کنین، میتونین در مسیر رسالت وجودیتون قدم بردارین و بسیار میتونین به هویت اصلی الهیتون نزدیک بشین. امسال انرژی‌های فوق‌العاده خوبی شما رو تحت تاثیر قرار داده و میشه گفتش که به لحاظ حتی تصمیم های درستی رو انجام میدین. کلا شانس براتون جاریه، اتفاقات مثبت براتون جاریه. خوبه که فعالیت فیزیکیتون رو هم زیاد بکنین. حمزه هستم از کانال ستاره شناسی و علم اعداد. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.